تنش میان ایران و عربستان عمری به دارای عمر جمهوری اسلامی دارد. ایران و عربستان اگرچه در دوره‌هایی از این 4 دهه روابطی هم داشتند، ولی این روابط سرد اغلب به تنش‌های جدی از قبیل تعطیلی سفارت یا حتی حملات تروریستی از سوی رژیم ایران انجامیده است. رژیم ایران همواره هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی به طور مستمر نسبت به اکثر کشورها دشمنی یا جنگ طلبی از خود نشان داده است. فوران نفرت به ندرت از یک الگوی یکسان پیروی می‌کند و نمودهای آن نسبت به بازیگران منطقه‌ای و جهانی به نحو بارزی متفاوت است. به طور خلاصه هم دشمنی سیاسی وجود دارد و هم دشمنی ایدئولوژیک. اولی را میتوان به وضوح در شعارهای سازمان یافته مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مشاهده کرد که از سوی حامیان تهران در سرتاسر منطقه تکرار می شود. شکل‌های دیگری از این شعارها نیز وجود دارد، از قبیل شعاری که از سوی حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت ایران در یمن سر داده می شود. برای مثال مرگ بر آمریکا، لعنت بر یهودی‌ها، پیروزی برای اسلام. دلایل گوناگونی وجود دارد که موجب می شود این نوع دشمنی به عرصه‌های سیاسی و لفاظی محدود شود. دشمنی رژیم ایران با ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی عمدتاً یک دشمنی سیاسی است تا ایدئولوژیکی که با دشمنی ایدئولوژیک ایران که عمدتاً متوجه عربستان سعودی است و انگیزه‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک دارد متفاوت است. خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش در سال 1989 گفت: اگر از صدام بگذریم، اگر مسئله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایت‌های آمریکا بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت. هر کس که وصیت‌نامه خمینی را می‌خواند به سرعت متوجه می‌شود که بزرگترین دشمنی او متوجه عربستان سعودی است. بر اساس قانون اساسی ایران، صدور انقلاب ابتدا در خاورمیانه از لبنان در شمال تا یمن در جنوب هدف اصلی به شمار می‌رود. بر طبق ایدئولوژی خمینی‌گرا، مسئولیت ایدئولوژیک و عقیدتی اصلی ایران هموار کردن راه ظهور مجدد امام غایب است. رهبر ایران خود را رهبر همه مسلمانان می‌داند و به رغم مکاتب فکری، فقهی و فرقه‌ای گوناگون، ایران را رهبر جهان اسلام به شمار می‌آورد. تلاش ایران با شکست مواجه شده است، زیرا مکه و مدینه که مقدس‌ترین مکان در اسلام هستند، در عربستان سعودی واقع شده‌اند و خارج از حیطه کنترل تهران قرار دارند. از همین رو ایران می‌کوشد تا با تضعیف و بی‌ثبات کردن عربستان سعودی به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل حرمین شریفین را در دست بگیرد. افزون بر این، ایران نظریه ام القری را ابداع کرده است که نخستین بار از سوی محمد جواد لاریجانی در دهه 1360 مطرح شد. ماهیت این نظریه این است که ایران یا به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران صرفاً یکی از چندین کشور مسلمان نیست، بلکه در واقع ام القری یا سرای اسلام است و این بدان معناست که پیروزی یا شکست ایران همانا پیروزی یا شکست اسلام است. در این نظریه آمده است که ایران رهبر جهان اسلام خواهد بود و تأکید می شود که هر کشوری که خواهان آن است که ام القری باشد باید فراسوی مرزهای جغرافیایی به رسمیت شناخته شده خود توسعه یابد و ام القری حق طبیعی انحصاری هیچ کشوری نیست و این بدان معناست که کشوری خاص می تواند برای مدتی معین پرچمدار ام القری باشد و همچنین تأکید می شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به ام القری و خانه اسلام تبدیل شد. این نظریه برای رهبری ایران که حتی ادعا کرده از عربستان سعودی به طور نامشروع مکه و مدینه را اشغال کرده است، بهانه مناسبی به وجود آورده تا قم مرکز آموزه‌های افراطی شیعه در ایران را به عنوان شهر مقدس رقیب مکه معرفی کند. بنابراین نظریه مکه تحت اشغال عربستان سعودی است. در عمل این نظریه با وجود تبلیغات گسترده‌ای که درباره آن صورت گرفت، میان کشورهای اسلامی مقبولیت نیافته است. شکست این نظریه منجر به آن شد که ایران بر ژئوپلیتیک شیعه متمرکز شود. اقلیت‌های شیعه به خدمت گرفته می‌شوند، آموزش می‌بینند و مورد حمایت قرار می‌گیرند تا منطقه از جمله عربستان سعودی را دچار بی‌ثباتی کنند. به این ترتیب ایران حزب الله را ایجاد کرد، عناصر آن را آموزش داد،
پول و اسلحه در اختیار این گروه قرار داد و عملیات تروریستی خود را در عربستان سعودی به اجرا گذاشت. در حال حاضر ایران عربستان سعودی را از طریق شبه نظامیان حوثی در یمن هدف قرار می‌دهد. شبه نظامیان حوثی شعار راه قدس از مکه می‌گذرد را تکرار می‌کنند که شکل تغییر یافته شعار خمینی طی جنگ ایران و عراق بود: راه قدس از کربلا می‌گذرد. این واقعیت‌های مسلم ثابت می‌کند که رژیم ایران بر مبنای دشمنی سیاسی نسبت به ایالات متحده و دشمنی ایدئولوژیک و سیاسی نسبت به عربستان بنا شده است. این امر همچنین نشان می‌دهد که چرا ایران از گروه‌های تروریستی مانند القاعده حمایت می‌کند و میزبان فرماندهان آنها در تهران است و اینکه چرا با هدف تخریب مناسبات بین ایالات متحده و عربستان سعودی عبور تروریست‌هایی را که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند تسهیل کرد. بنابراین باید این امر را در نظر گرفت که سیاست خارجی ایران مبتنی بر سیاست و ایدئولوژی دشمنی و ستیزه‌جویی است، خصوصاً نسبت به کشورهایی که در برابر پروژه توسعه طلبانه تهران و در برابر دکترین بی‌ثبات کننده صدور انقلاب به شدت مقاومت می‌کنند. ریاض و واشنگتن به عنوان دو نیروی عمده ظاهر می‌شوند که قادر به جلوگیری از تحقق اهداف استراتژیک ایران هستند. سیاست دشمنی رژیم ایران طی سالهای اخیر علیه عربستان بر چه اساسی بوده است؟ این دشمنی چه دستاوردهایی برای رژیم داشته و رژیم چه بهره‌هایی از این سیاست دشمنگرایانه برده است؟ دشمنی رژیم ایران با عربستان سعودی بیشتر بر پایه اون روند حاکمیه که در دولت ایران همیشه وجود داشته و اون عرب ستیزی که در ایران بوده، این باعث شده که ایران یک رفتار خیلی متناقضی داشته باشه در رابطه با عرب ها. شما اگر دقت کرده باشید، در حالی که عرب های ایران از محروم ترین اتنیک ها هستند در ایران و همواره مورد حمله نظامی و حملات فرهنگی و اقتصادی هستند از طرف دولت مرکزی، ولی در عین حال عرب های فلسطین و عرب های لبنان خیلی مورد لطف و مرحمت جمهوری اسلامی هستند و این یک تناقض خیلی آشکاریه و همونطور که زبان عربی در ایران در بین عرب‌های ایران ممنوع هست، ولی این زبان عربی زبان الله و قرآن و پیامبره که در عین حال برای ایرانی‌های عرب‌های ایرانی ممنوعه و این یه تناقض بزرگیه که وجود داره و این عرب ستیزی هم که در 90 سال پیش با اون یکسانسازی اجباری که شروع شد و اون آریاگرایی شروع شد که کماکان ادامه داره. تنش میان ایران و عربستان، یا بهتر بگم تنش میان دولت‌های حاکم در ایران که بیشتر متعلق به مردم فارس هست، یک ریشه تاریخی داره. هم باستان پرستان در زمان شاه خود را ژاندارم خلیج فارس خطاب می‌کردند و هم امروز حکومت آخوندها خود را هم حامی شیعیان حساب می‌کنند. بنابراین با توجه به مسائل تاریخی که هست، زمانی که عرب به ایران حمله کردن و یزدگرد سوم پادشاه ایران یا پادشاه مردم فارس را شکست دادن، بعد دختر پادشاه را اسیر کردن، بعدها دختر یزدگرد را به نکاحی حسین در آوردن که در واقع 9 تن
از امامان شیعه نوه های یزدگرد سوم هستند که به دست حمله عرب ها 1400 سال پیش به ایران شکست خورد. بنابراین این ریشه تاریخی هست. اختلافی میان اعراب و مردم فارس وجود داره، این قابل حل به این سادگی نیست. بخصوص 100 سال گذشته به این ریشه اختلاف دامن زده شده. بنابراین ایران خودش رو حامی شیعه در جهان حساب میکنه، بر این اساس به دنبال تشکیل حلال شیعه هست. همینطور میبینیم در عراق، سوریه و لبنان، یمن، عربستان سعودی، کویت، بحرین دخالت میکنه و تمام توان و نیروی خود را برای حمایت شیعیان به کار میبره که این سیستم ها، این نظام ها را به هم بزنه. و این مسئله، این اختلاف، این دیدگاه، این تفکر به این ساده قابل حل نیست. مردم عرب هم متوجه هستند که اهداف سیستم ها و حاکمان در ایران چی هست. آنچه که ما تا به حال نتیجه گرفتیم از این اختلاف ها به جز مخارج بسیار سنگینی برای مردم ایران و همراه داشته و ایران میلیاردها دلار خرج کرده برای اینکه این تفکر، این ایده خود را پیش ببره، اما امکان پذیر نیست، چون به خاطر اینکه با توجه به دیدگاهی که اینا دارن، با همون دیدگاه نگاه هم به مردم خودشان، یعنی به مردم ملل ساکن ایران هم برخورد میکنن، چون خود را قیم حساب میکنه. از طرف دیگر این قیم پرستی که اینا دارن نسبت به مردم عرب، نسبت به ملل ساکن ایران، نسبت به منطقه، این سیاست های شکست خورده ای هستن که امکان پذیر نیست. بنابراین این اختلاف، این تنش اگر چنانچه زمانی هم حل بشه موقتی هست و امکان پذیر نیست که این اختلاف چون بنیادی و فکری عقیدتی هست که قابل حل نیست به نظر من. سیاست رژیم در قبال کشورهای منطقه و به ویژه در قبال عربستان سیاستی است بر مبنای دشمنی و این دشمنی سویه‌های مختلف داره. مهمترین سویش سویه ایدئولوژیک هست که میشه گفت در این زمینه که هر دو کشور، یعنی و ایران و عربستان، هر دو کشور تلاش میکنند که نفوذ خودشون رو در کشورهای منطقه و در منطقه خاورمیانه بیشتر و بیشتر بکنند و ایدئولوژی های خودشون چه شیعیگری باشه و چه سنی وهابی رو گسترش بدن. این باعث شده که کشمکش‌هایی میان دو کشور ایجاد بشه، استکاک‌های ایجاد بشه در زمینه‌های مختلف و بعضی اوقات این افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که برای مثال سفارت‌های دو کشور بسته بشن و بعضی موقع هم کمتر میشه و نتیجهش میشه به مذاکرات یا نشست‌هایی که دو کشور در قبال کشور سومی، در کنار کشور سومی یا در ائتلاف‌های مختلف با هم برگزار میکنند. ولی اگه از دید جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم به این قضیه، دشمن یکی از فاکتورهای اساسی هست در زمینه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی. از کلمه دشمن و از مفهوم دشمن رژیم استفاده های مختلف میکنه. دشمن چه میتونه دشمن غربی باشه یا اسرائیل باشه و چه میتونه دشمنی باشه که دشمن وهابی باشه یا همون عربستان باشه. سرکوب ملت‌های تحت ستم ایران و سرکوب اقلیت‌های مذهبی مختلف در ایران میتونه با استفاده از همین فاکتور صورت بگیره. اما چه دستاوردهایی داشته؟ این سرکوب ها برای بقای رژیم میتونه یک دستاورد باشه، ولی مسلماً در زمینه سیاست خارجی رژیم رو بی نهایت با بحران های مختلف مواجه کرده که قابل توجه هستند. دشمنی جمهوری اسلامی ایران با عربستان فقط در سالهای اخیر نبوده، بلکه از همون روزهای اول آیت الله خمینی حملات لفظی خود رو شروع کرد. در اولین مراسم حج سال 1358 ضدیت رو زیر عنوان براءت از مشرکین به صورت راهپیمایی در مدینه شروع کرد. به دنبال اون هر ساله به این تحریکات تنش آفرین دامن میزد که در نهایت و پس از کشته شدن 400 حاجی ایرانی عربستان به این مسیر خاتمه بخشید. رهبران مذهبی ایران حاکمان عربستان سعودی رو مشرک و غاصب مکانهای مقدس مسلمانان میخونن.
با پروژه صدور انقلاب و توسعه نفوذ خود در هلال شیعی خاورمیانه، مخصوصاً دخالت مستقیم در یمن که عملاً تهدید امنیت عربستان بود، دشمنی به فاز خطرناکی رسید که در صورت بازگشت ایران به قبل از تحریم ها میتونه منطقه رو در آتش جنگی فرسایشی و طولانی مدت ببره. اما سود ایران با صرف میلیاردها دلار منابع مالی و تحلیل منابع انسانی مردمان ایران تنها نشان دادن قدرت دخالتگری بوده که اونم به بنبست رسیده. طی روزهای اخیر مرگ سفیر ایران در یمن مسئله مذاکرات عربستان و ایران را تحت پوشش قرار داده و بار دیگر اختلافات این دو کشور را به موضوع روز تبدیل کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، حسن ایرلو سفیر 63 ساله ایران در صنعا بر اثر ابتلا به کووید 19 و در پی کارشکنی‌های عربستان سعودی در صدور اجازه خروج او از یمن درگذشته است. هرچند در دوران پاندمی مرگ یک فرد بر اثر ابتلا به بیماری کرونا چندان غریب به نظر نمی‌رسد، اما مقامات جمهوری اسلامی با تأکید بر قصور عربستان سعودی مرگ ایرلو را شهادت خواندند. برای مثال، علی خامنه‌ای در توییتی مرگ حسن ایرلو را درگذشت شهادت گونه نامیده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه رژیم نیز در مراسم تشییع ایرلو که روز چهارشنبه در تهران برگزار شد، به دیر تصمیم گرفتن و تعلل عربستان برای انتقال او به ایران اعتراض کرد. وزیر امور خارجه ایران در این رابطه گفته بود عربستان در انتقال ایرلو دیر تصمیم گرفت و برخی دستگاه‌های این کشور تعلل کردند و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد. این در حالی است که ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ریاض به دلایل انسانی خروج سفیر ایران نزد حوثی‌ها را به واسطه یک کشور دوست تسهیل کرد. سخنگوی ائتلاف عربی گفت که نیروهای ائتلاف پس از وساطت دیپلماتیک عمان و عراق و آگاهی از شرایط بیماری ایرلو در کمتر از 48 ساعت خروج او را از یمن تسهیل کردند. اما برخی از حساب‌های کاربری منتسب به حوثی‌های یمنی در توییتر پس از انتشار خبر مرگ حسن ایرلو مدعی شدند که نباید مسئله را به ابتلا به کووید 19 تقلیل داد، بلکه تروری دیگر صورت گرفته است. همچنین وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های محلی نوشته بود که ایرلو تا چند روز پیش از مرگ همچنان در حال برگزاری جلسات در یمن بوده و هیچ نشانه‌ای از ابتلا به کرونا در او وجود نداشته است. این مسئله از آن نظر حائز اهمیت است که برخی خبرگزاری‌ها حسن ایرلو را همان سردار شهلایی معرفی کردند که یکی از تروریست‌های مورد تعقیب ایالات متحده میباشد. اولین بار این خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا بود که روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در گزارشی حسن ایرلو را همان عبدالرضا شهلایی معرفی کرد. ایرنا در گزارشی که به سرعت از خروجی خبرگزاری حذف شد، در خصوص ایرلو نوشت که او از فرماندهان مقاومت بود. در بخش دیگری از این گزارش آمده بود که حسن ایرلو یا همان عبدالرضا شهلایی از همرزمان قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه تروریستی قدس بوده است. عبدالرضا شهلایی از معاونان نیروی قدس بود و به دلیل نقش داشتن در حملات به نیروهای آمریکا و متحدان آنها به علاوه برنامه‌ریزی کشتن تعداد زیادی از سربازان ائتلاف در عراق از سال 2008 توسط آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. ایالات متحده همچنین در دوران ترامپ 15 میلیون دلار برای کسب اطلاعات درباره او و شبکه تحت فرماندهیش پاداش تعیین کرده بود. طی سالهای گذشته نام حسن ایرلو به کرات در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله تسنیم و فارس و رسانه‌های غیر رسمی مانند قرارگاه عمار منتشر شده است. قرارگاه سایبری عمار طی گزارشی حسن ایرلو را از چهره‌های نزدیک به قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و از افراد مؤثر در معادلات سالهای اخیر یمن
به ویژه سازمان دهنده نیروهای حوثی تحت عنوان انصارالله یمن خوانده بود. عبدالرضا شهلایی در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه برون مرزی رمضان بود. قرارگاه رمضان در دوران جنگ ایران و عراق در سال 1363 در کرمانشاه تأسیس شد. هدف از تأسیس قرارگاه رمضان هماهنگ کردن فعالیت‌های نظامی ایران در درون خاک کردستان عراق و همکاری با گروه‌های کرد عراقی مخالف صدام حسین بود. همچنین این قرارگاه حملاتی را علیه حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر احزاب کرد سازمان داده است. شهلایی پس از سقوط صدام حسین در سال 1382 همراه با محمد جعفری صحرارودی، تروریستی که گفته می شود از عاملین ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو بوده و با مسئله کردستان آشنایی دارد، برای طراحی عملیات علیه نیروهای آمریکا و سازمان مجاهدین خلق به عراق رفت. به رغم اینکه تعداد کثیری از فرماندهان قرارگاه رمضان از جمله محمد باقر ذوالقدر، محمد رضا نقدی، ایرج مسجدی و محمد جعفری صحرارودی طی سالهای گذشته تبدیل به چهره‌های مطرح سیاسی شدند، اما هیچ سابقه ای از عبدالرضا شهلایی در قرارگاه رمضان جز عضویت او در این قرارگاه در دست نیست. پیش از انتشار خبر مرگ حسن ایرلو، برخی از منابع از حمله وسیع ائتلاف به رهبری عربستان به مقر حوثی‌های یمن و حسن ایرلو خبر داده بودند. وبسایت رجا نیوز در گزارشی در این رابطه نوشت در چند روز گذشته جنگنده‌های سعودی در صنعا با لو رفتن محل استقرار ایشان اقدام به بمباران آن منطقه کرده بودند. این گزارش هم اندکی پس از انتشار از وبسایت رجا نیوز حذف شد. جمهوری اسلامی به صورت رسمی نمیتواند تایید کند که چنین فرمانده بلند پایه‌ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط عربستان سعودی یا آمریکا کشته شده است، چرا که اعتراف به چنین موضوعی بیش از پیش عمق نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه را زیر سوال میبرد. در صورت اعتراف به این موضوع، جمهوری اسلامی باید پاسخی برای اقناع افکار هوادارانش بیابد و احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند که نمی‌توانند عین الاسد دیگری را بیافرینند. دلیل دیگر می‌تواند این احتمال باشد که با عدم انتشار خبر کشته شدن این فرمانده سپاه تروریستی قدس توسط عربستان، رژیم قصد دارد در سطح منطقه بحران‌هایی که گریبانگیرش شده‌اند را اندکی کنترل کند، مثلا با ادامه گفتگوهای مذاکره با عربستان سعودی. آیا پنهان کردن خبر کشته شدن حسن ایرلو یا همان شهلایی فرمانده سپاه تروریستی قدس می تواند با هدف ادامه مذاکرات با عربستان باشد؟ ایرلو یا عبدالله شهلایی در لباس سفیر مشغول سازماندهی عملیات نظامی بوده و احتمال میره که در حمله هوایی ائتلاف عربی به پایگاه نظامی سپاه در یمن کشته شده باشه. پس در صورت تایید کشته شدن در این ماجرا، سندی بر حجم عملیات مداخله‌گرانه تهران اضافه میشه. از سوی دیگه تسلط بیشتر ائتلاف عربی بر یمن و بی‌اعتمادی اکثر حوثی‌ها به همکاری با ایران، تهران رو بیشتر به سوی مذاکره با عربستان میکشونه، چون با آرام کردن جو پرتنش میان ایران و کشورهای عربی، مخصوصاً عربستان، زیر پوشش مذاکره میتونه مثبت‌تر در مذاکرات برجام جلوه کنه. همونطور که اشاره شد، استکاکات میان رژیم جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی در بازه‌های زمانی مختلف میتونه سویه‌های مختلف داشته باشه، میتونه افزایش پیدا بکنه و میتونه کاهش پیدا بکنه. الان که مسئله مذاکرات در عراق و با میانجیگری کشور عراق در جریان هست و اگه این رو بذاریم در کنار فاکتورهای مختلف که رژیم چه در زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی با اونها گریبانگیر هست، از قبیل بحران مشروعیت تا بحران اقتصادی و بحران سیاست خارجی، خب رژیم به نظر میرسه که قصد داره با مذاکره با عربستان
قصد داره که تعدادی از این تنش ها رو، تعدادی از این بحران ها رو در زمینه منطقه‌ای و سیاست خارجی کم بکنه و فوکوس رو بذاره رو مسائل مختلف. شاید اگه در این زمینه اشاره بکنیم به پذیرفتن انتخابات پارلمانی عراق، در همین سیاست، در چارچوب همین سیاست صورت میگیره. به نظر میرسه که پنهان کردن کشته شدن یکی از فرماندهان اساسی رژیم در منطقه با هدف پیشبرد این مذاکرات باشه. خب البته برای پیشبرد مذاکرات فاکتورهای دیگری هم دخیل هستند. این میتونه یکی از اون فاکتورها باشه. کشته شدن حسن ایرلو فرمانده سپاه قدس در یمن در راستای همون سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران دارد دنبال میکنه، یعنی تسلط بر یمن، تسلط بر کشورهای منطقه عربی و فشار به عربستان سعودی و اعمال فشار به هر طریق مونده، چون میخوان اعمال هژمونی بکنن به منطقه. یعنی ما صاحب این منطقه هستیم، ما بایستی به این منطقه کنترل داشته باشیم، ما ژاندارم خلیج فارس هستیم، ژاندارم شیعیان در تمام نقاط دنیا هستیم. بر این اساس، بر این تفکر اینا اعمال فشار میکنن. و حسن ایرلو در واقع اینکه اون شهلایی هست تکذیب شده، بنابراین این فقط سیاستی هست که خود رژیم ظاهرا برای فریب این را عنوان کرده. و آنچه که لازم هست در رابطه با سیاست هایی که سپاه قدس در منطقه داره که یک نیروی تروریستی هست و به اعمال تروریستی خودش در منطقه ادامه خواهد داد، چون بخشی از سیاست های رژیم جنگ های نیابتی هست که میتواند از طریق جنگ های نیابتی با خرج میلیاردها دلار از سرمایه مردم ایران در کشورهای منطقه فشار و اعمال فشار وارد کنه به کشورهای منطقه که تسلیم سیاست‌های ویرانگرانه و تروریستی نظام بشوند. جمهوری اسلامی اعتقادی به نفس مذاکره نداره. مذاکره در علم سیاست یک دارای شرایطی هست که دو کشور با همدیگه بر سر یک مسئله هیئتی میفرستن، مذاکراتی انجام میدن به منظور پیدا کردن راه حل. ولی از نظر جمهوری اسلامی مذاکره یک نوع نیرنگ و خدعه‌ای است که بتوانند یک افکار عمومی رو منحرف بکنند و یا اینکه بتونن یک امتیازاتی کسب بکنن. همونطور که میدونید مذاکره با کردها، سر میز مذاکره دکتر عبدالرحمن قاسملو رو ترور کردن. یعنی مذاکره ارزشی نداره برای جمهوری اسلامی. به همین خاطر هست که یک سری صحبت‌های پشت پرده اینها میکنن و با آنچه که در ظاهر میگویند فرق میکنه و مجبور شدن که پای میز مذاکره بشینن با عربستان سعودی و دلیلش هم این است که اسرائیل در منطقه فعال شد و سفارتخانه‌هایی رو باز کرد در کشورهای عربی و شرایط به ضرر جمهوری اسلامی شد و به همین خاطر اینها یک نرمش قهرمانانه نشون دادن که پای میز مذاکره بشینن. ولی هدفشون مثبت نیست از این مذاکرات و در پی همون سیاست‌های تحجرگرانه خودشون هستن و توسعه اسلام خودشون. و همین خاطر من فکر میکنم که خوشبین نیستم به این مذاکرات و این مذاکرات آینده خوبی نخواهد داشت، چون که روابط ایران با عرب‌ها و کشورهای عربی خیلی بیشتر آسیب دیده از اون که با مذاکره بتونن این مسائل رو حل بکنن و فعلا در منطقه خلیج کشورهای عربی با ائتلافاتی که صورت دادن و تونستن که یک نیروی بالقوه‌ای بشن که جلوی توسعه طلبی
حکومت استبدادی مذهبی ایران رو جلوشو بگیرن در منطقه و این خیلی به ضرر جمهوری اسلامی تمام شرایط داره پیش میره. دشمنی ایران با عربستان به دشمنی این کشور با تعدادی از کشورهای عرب منطقه تبدیل شده است. اتحادیه عرب به عنوان بزرگترین اتحادیه کشورهای عربی همواره در بیانیه‌های پایانی خود به اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه حمله کرده است. شورای همکاری خلیج فارس، دیگر ائتلاف بزرگ نیز حملاتی به رژیم ایران کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز سه‌شنبه 23 آذر ماه قبل از اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در پشت درهای بسته اعلام کرد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران باید در میانه مذاکرات احیای برجام به صورت جدی و مؤثر مورد رسیدگی قرار گیرد. او گفت عربستان مذاکرات مستقیم خود را با ایران آغاز کرده و از حل مناقشات از طریق دیپلماسی حمایت می‌کند. همزمان نایف الاجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر لزوم تلاش مشترک اعضای این شورا برای مواجهه با تهدیدها و اجتناب از مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. او گفت تلقی اعضای شورا این است که هر حمله علیه هر یک از اعضا حمله به همه اعضا و هر خطر و تهدیدی علیه هر کدام از ما تهدیدی علیه همه ماست. دبیر کل این شورا به نام کشوری خاص اشاره نکرد، اما کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همواره از نفوذ ایران در منطقه، جنگ‌های نیابتی و حمایت از شبه نظامیان منطقه توسط جمهوری اسلامی اظهار نگرانی کردند و به نظر می‌رسد که منظور وی عربستان سعودی بوده باشد. در همین حال فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان بعد از اجلاس شورای همکاری خلیج فارس گفت به نظر می رسد ایران در مذاکرات هسته‌ای سنگ اندازی می کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد پیشرفت باشیم. او گفت عربستان با اعضای برجام در تماس نزدیک است و بازخورد مذاکرات جای خوشبینی باقی نمی‌گذارد. از آنجا که اعضای شورا می‌خواهند بخشی از مذاکرات باشند، لذا از هر مکانیزمی که به نگرانی‌هایشان پایان دهد استقبال می‌کنند. از سوی دیگر احمد ابوالغیث دبیر کل اتحادیه عرب ایران را متهم کرد که قصد دارد تنگه هرمز و باب المندب را به طور مستقیم یا از طریق شبه نظامیانی که تأمین مالی می‌کند به کنترل خود درآورد. روزنامه انگلیسی زبان دیلی نیوز مصر روز یکشنبه 14 آذر با درج این خبر نوشت که احمد ابوالغیث این مطلب را در جریان شرکت در کنفرانس گفتگوی مدیترانه‌ای روم بیان کرده است. دبیر کل اتحادیه عرب در سخنرانی خود در این کنفرانس ایران را پشت حملات تابستان 2019 دانست و همچنین به تهدید مداوم حوثی‌ها برای کشتیرانی در دریای سرخ اشاره کرده است. 14 سپتامبر 2019 در جریان حمله به تأسیسات تولید نفت آرامکو در شرق عربستان آسیب زیادی به این تأسیسات وارد آمد. مذاکرات ایران و عربستان که از بهار امسال به میزبانی دولت عراق در بغداد شروع شد، پس از 5 سال قطع رابطه میان عربستان و ایران است. در حالی که 1 ماه پیش مقامات عربستان و ایران از برگزاری دور 5 گفتگوها در آینده نزدیک خبر داده بودند، آقای خطیبزاده بدون تعیین تاریخ جدیدی از برگزار نشدن دور 5 گفتگوهای ایران و عربستان خبر داد و افزود پیشرفت مذاکرات منوط به جدیت طرف مقابل خواهد بود. این در حالی است که عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل به یک روزنامه سعودی گفت که هیچ نتیجه مهمی در روند مذاکرات بین دو کشور به دست نیامده است و تا زمانی که ایرانی‌ها با این مذاکرات بازی می‌کنند راه به جایی نمیبرند. او در گفتگو با عرب نیوز با تاکید بر اینکه کشورش مایل است گفتگوها با ایران را به سمت موضوعات اساسی مانند رفتار دولت ایران در منطقه سوق دهد گفت ایرانی‌ها به این مذاکرات به عنوان یک روند طولانی مدت نگاه می‌کنند. ما علاقه‌ای به مذاکره فقط به خاطر مذاکره نداریم. سوالی که شاید پاسخش از پیش و با توجه به اقدامات مخربانه ایران مشخص باشد این است که سرنوشت این مذاکرات به کجا خواهد انجامید.
به نظر شما سرنوشت مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان که از چند ماه پیش و با میانجیگری عراق آغاز شده به کجا خواهد انجامید؟ مذاکرات ایران و عربستان که از چندی پیش آغاز شده فکر نکنم آنچنان به نتیجه‌ای برسد، چون بخاطر اینکه رژیم هیچ موقع خواستار یک رابطه مناسب که قابل احترام باشه با مردم عرب نبوده و نیست، چون با توجه به این تفکری که در ذهن اینا هست، سیاست هایی که از سال پیش آغاز شده، هم کسانی که حاکم هستن در جمهوری اسلامی، هم کسانی که حاکم نیستن، این نگاه دید نسبت به مردم عرب در واقع نهادینه شده در ذهن خیلی از مردم فارس، مردمی که در مرکز ایران هستن، دید و نگاه درستی ندارن. بنابراین این مذاکرات ممکنه موقتی با عربستان سعودی پیش برود، بخاطر اینکه تا ببینن در آینده چی خواهد شد. ولی به نظر من ایران هیچ موقع در مسائلی که با عرب ها داشته صادق نبوده و نخواهد بود، بلکه یک نظام فریبکارانه هست. بنابراین آنچه که هست، این مذاکرات با عربستان سعودی به انجام و نتیجه نخواهد رسید. اگر باشه موقتی هست و دائمی نخواهد بود. مردم عرب به نیات نظام جمهوری اسلامی آگاه هستند و میدونن که این نظام، این سیستم همیشه دشمن مردم عرب خواهد بود، همیشه در منطقه اختلاف ایجاد خواهد کرد. اگر چنانچه دنبال مذاکره هست، بنابراین دنبال برون رفت از یک بحران هست، میخواد از این بحران بیرون رود و به محض که از بحران بیرون رفت دوباره همون کاری که دلش میخواد شروع میکند. این نیت که جمهوری اسلامی ایران دارد، مردم عرب خوبی با آن آگاه هستند. همونطور که اشاره کردم در پاسخ به سوال قبل، برای پیشبرد مذاکرات فاکتورهای مختلفی دخیل هستند. یکی از مهمترین این فاکتورها خب ایجاد بستر مناسب برای مذاکره است که در پاسخ قبلی اشاره شد که پنهان کردن کشته شدن یکی از فرماندهان اساسی رژیم در منطقه در سپاه قدس یا نماینده ایران در یمن میتونه برای ایجاد این بستر مفید باشه. ولی فاکتور اساسی دیگه خواستن هست، یعنی آیا که دو طرف خواهان ادامه مذاکرات و رسیدن به نتیجه هستند. به عقیده من همونطوری که اشاره شد، دشمن نمیتونه در سیاست خارجی و داخلی رژیم حذف بشه. همیشه باید این دشمن وجود داشته باشه. عربستان، به نظر من رژیم نمیتونه با کشور عربستان سعودی با این مفهوم که به یک کشور دوست منطقه‌ای تبدیل بشه از این مذاکرات این انتظار رو داشته باشه. ولی رژیم قصد داره که با استفاده از این مذاکرات و با استفاده از آرام کردن مسائل منطقه‌ای، به عقیده من قصد داره که تمرکز خودشون رو بیشتر بذارن روی مسئله مذاکرات هسته‌ای و بحرانی رو در کنار ده‌ها بحران دیگر که گریبانگیر رژیم شده، این بحران ها رو نه حذف بکنن بلکه کنترل بکنن. به همین دلیل به عقیده من فاکتور خواستن از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران حداقل وجود نداره و رژیم قصد داره که این مذاکرات رو ادامه دارتر بکنه، همونطوری که در تعدادی از سران عربستان سعودی هم این مسائل رو مطرح کردن. وزیر امور خارجه و مقامات مختلف این رو مطرح کردن که ایران فقط قصد داره که زمان رو بکشه. به عقیده من اگه این مسائل رو بذاریم در کنار هم، به این نتیجه میرسیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران فاکتور خواستن رو نداره برای پیشبرد این مذاکرات. تنش‌ها در خاورمیانه بین ایران و عربستان در این یک دهه اخیر خیلی شدید بوده است و اوج این تنش‌ها زمانی بود که سپاه پاسداران و سپاه قدس برنامه‌ای داشتن در
مکه که عملی نشد و منجر به کشته شدن 400 نفر از این نیروها شد و ایران سعی میکنه خودشو به عنوان رهبر مسلمین معرفی کنه و عربستان سعودی هم مدعی رهبریت مسلمینه که البته رهبریت سنی‌هان و ایرانی ها هم شیعه و سعی میکنن که این شیعه‌گری رو توسعه بدن. به همین خاطر هست که در یمن فعال شدن و شیعیان اونجا رو مسلح کردند و به خاطر اینکه بتونن امتیازاتی از عربستان بگیرن و در موردی هم حمله انجام دادن در مراکز نفتی عربستان. این تنش‌ها با عربستان خیلی شدیده. به نظر من این مذاکرات به نقطه امیدبخشی نخواهد رسید، چون جمهوری اسلامی از این مذاکرات نه در پی خاتمه دادن به تنش و دشمنیه، بلکه میخواد از راه مذاکره با عربستان فشار ائتلاف عربی رو بر جو مذاکرات هسته‌ای کمتر کنه تا قدرت مانور بهتری رو در مذاکرات برجام کسب کنه و در ضمن در فضای گفتگو بتونه به نیروهای نیابتی خود در عراق که شکست فاحشی رو تومار کردن کمک سیاسی برسونه. یعنی چنانچه عراق بتونه چنین رولی رو بازی کنه، دست نیروهای ایرانی در دولت آینده عراق بازتر خواهد شد. اما فعلا نه دولتی در عراق تشکیل شده و نه عربستان به تداوم تسلط توسعه طلبانه تهران راضی خواهد شد.